ترانه میخوام براتون اجرا کنم که امروز این ترانه رو با صدای من پخش کردن در تلویزیون نام هیاهو. حالا این کار زیبایی است از دوست و همکار نازنینم، دوست قدیمیم حسن شماعی زاده که این ترانه رو اول خودش خوند. حالا ماجرای این خوندن اینه که قبلا هم یه دفعه همین اتفاق افتاده. چند سال پیش که حالا مهم نیست که ترانه رو حسن شماعی زاده توی تلویزیون در برنامه چشمک، مامان باباتون یادشونه، به من داشت تعلیم میداد که اینو بخونم. بعد خب خودش خوشش اومد، از صدای خودش رو خوند. البته خوبم خوند، گرفت، از اون به بعد خواننده شد. حالا بعد از سالها این ترانه زیبا رو که من با صدای حسن شنیدم گفتم حالا منم بخونم. آها اینو میخواستم بگم. مردابو وقتی خودش خوند و منتشر شد، ریلیز شد، شبیه از شبها تولد خانمش بود. من توی شکوفه نو میخوندم، اونم باز با من بزرگاتون یادشون. توی شکوفه نو براشون یه میز گرفته بودم به افتخارشون که خانمش تولدش بود. این ترانه مردابو خوندم که خیلی هم مورد توجه قرار گرفت و خودم خیلی احساساتی شدم و اینا. همونجوری صفحه شد. صفحه یادتونه دیگه. خلاصه حالا اینو میخونیم.
یاد خونی که دیگه خیلی وقته مال ما